Hello everybody, welcome to another episode of Nightbook. سلام به همگی، خیلی خوش اومدید به یکی دیگر از اپیزودهای نایتبوک. من ماویم، اینجا براتون کتاب‌ها و داستان‌های مختلف رو روایت میکنم. توی این قسمت از نایتبوک میخوایم بریم سراغ یکی از پرفروش‌ترین کتاب‌ها در نیویورک. سه چیزی که هر مردی به آن نیاز دارد: حمایت کردن، وفاداری و لذت. زنان موجودات پیچیده‌ای هستند. شما به خیلی چیزها نیاز دارید و انتظار دارید که مردتان آنها را برای شما فراهم کند، حتی اگر توضیح نداده باشید که دقیقاً چه چیزهایی را نیاز دارید و می‌خواهید، و یا حتی اگر آنچه 5 دقیقه پیش می‌خواستید و نیاز داشتید کاملاً با آنچه الان می‌خواهید متفاوت باشد. در حقیقت من بارها و بارها از طریق لطیفه هایم گفتم که تنها راهی که زنی واقعا احساس رضایت می‌کند است که هر 4 نوع این مردان را از آن خود کند: مرد پیر، مرد زشت و نچندان خوش قیافه، مرد عظیم و جثه، یک مرد شوخ طبع و شاد. حال تلفیق از این 4 نفر را تصور کنید. آنها شما را پوشش می‌دهند. مرد پیر، او کنار شما در خانه می‌نشیند و مستمریش را برای شما خرج می‌کند. شما را در آغوش می‌گیرد و از هر نظر به شما راحتی و اطمینان خاطر می‌دهد و از این بابت هیچ انتظاری هم ندارد. در واقع شما از جانب او به امنیت مالی می‌رسید. مرد زشت، او حاضر است تا هر خدمتی را برای شما انجام دهد، حتی بیش از وظایفش. بچه‌ها را از مدرسه به خانه بیارد، شما را برای خرید به سوپرمارکت میبرد، آخر هفته ماشین را میشوید، از حیوان خانگی مراقبت میکند و خلاصه هرچی که شما نیاز داشته باشید را برایتان فراهم میکند. او تمام این کارها را به این دلیل انجام میدهد که بسیار خوشحال است که زنی به زیبایی شما همه توجهش را به او اختصاص داده. بنابراین شما تمام وقت او را در اختیار خواهید داشت و او همیشه برای کارهای شما وقت آزاد دارد. و حالا مرد عظیم و جثه. شما به چنین مردی نیاز دارید و میدانید که از او چه میخواهید و بزرگ و با عظمت است، اما باهوش نیست و نمیتواند با شما به صحبت بنشیند. فقط ماهیچه ها از فرق سرتانک پای او بیرون زدند و وقتی به او نگاه میکنید میدانید که همیشه پشت شماست. این همه آن چیزی است که شما از او می‌خواهید و انتظارش را دارید و او این اطمینان را به شما می‌دهد که از عهده این کار به خوبی برمی‌آید. از طرف دیگر یک رابطه جذاب چیزی است که او به شما هدیه می‌دهد. در مورد مرد آخر، مرد شوخ طبع و شاد، کسی که شما با اون میتوانید به خرید بروید، کسی که هیچ چیز از شما به جز اراجیف و جزئیاتی درباره آنچه مرد پیر برای شما خریده است نمیخواهد، و یا پیغام هایی که شما به مرد بدقیافه برای مراقبت کردن از هر چیزی داده اید و دقیقاً آنچه مرد عظیم و جثه از شما خواسته بود. میبینید مرد شوخ و شاد همه آنها را به شما میدهد. از نظر هر 4 گروه مردان، فراهم آوردن نیازها و احتیاجات شما احتمالاً شادی شما را به همراه دارد. میگوییم احتمالاً زیرا شادی برای خانم‌ها ضمانت نشده است. حتی وقتی که نیازهایشان رفع می‌شود، ما درک می‌کنیم که شما حقوق خود را در هر دوره زمانی با تغییر پیرامونتون، شرایط و موارد خاصی که دقیقاً شما را شاد می‌کنه تغییر میدید و ما سعی می‌کنیم متعاقباً خودمون رو با شما تطبیق بدیم و معمولاً نمیتونیم. حال آنکه مردان برخلاف زنان موجوداتی ساده هستند، در واقع خوشحال کردن ما زمان زیادی لازم ندارد. در حقیقت فقط 3 چیز است که مردان را خوشحال میکند و مردها شدیداً به آن نیاز دارند: حمایت، عشق و لذت. و همه چیز در همین 3 خلاصه میشود. من اینجا هستم تا به شما بگویم که بله. آنچه که آنها نیاز دارند بسیار ساده است. آنچه ما نیاز داریم هرگز سست و متزلزل نمی شود. در واقع رسیدن به آنها به ندرت متحمل خواهش و سختی زیادی می شود. در حقیقت بحث من این است که برای زنان آسان است که همسرشان را حمایت کنند و به او عشق بورزند و با او رابطه جنسی داشته باشند، زیرا که تمام اینها جزئی از طبیعت وجودی آنهاست. حمایت کردن، عشق ورزیدن و رابطه جنسی
3 چیزی است که در زنان به طور ذاتی و نامحدود وجود دارد و این چیزی است که شما زنان آن را به نام دیگر پرورش و تربیت می‌نامید. و اگر مردی را به حد کافی برای پروراندنش دوست داشته باشید، پس آنقدر دوستش دارید که با او رابطه برقرار کنید. بنابراین آن 3 مورد برای شما طبیعی می شود و این همه اون چیزی است که مردان از شما می خواهند. اجازه دهید آنها را به طور جداگانه بررسی کنیم. حمایت شما. ما مردان باید همیشه احساس کنیم کسی به حمایت ما نیاز دارد، مثل اینکه پادشاه هستیم ولی آنکه نباشیم. شما، منظور زنان، باید درک کنید که وقتی مردی بیرون از خانه است، همه چیز در دنیای بیرون منتظرش است تا او را از پای در بیاورد و شکست دهد. سیاه، سفید، زرد، خددار. هر مردی وقتی که خانه را ترک می‌کند آماده جنگیدن است. ممکن است همسر شما مشغول به کار باشد که هر لحظه افرادی به سراغش بیایند و برگه اخراج از کارش را به او بدهند و این یعنی تغییر در زندگیش. یک چشم به هم زدن. مردی که موقعیتش از شوهر شما پایین‌تر است ممکن است همیشه منتظر لحظه‌ای باشد که موقعیت او را تضعیف کند تا اینکه پول بیشتری عایدش شود. او هیچگاه به عملکرد و یا گفته خود که منجر به خطر انداختن موقعیت شوهر شما شده است فکر نمی کند. ممکن است در حالی که همسر شما را رانندگی می کند و در فکر کار و شغلش هست اتفاقی بیفتد که کنترل خود را از دست بدهد و برای لحظه‌ای همه آنچه را که با زحمت به دست آورده از کف بدهد. به عبارت دیگر، یک مرد همیشه و همه جا مراقب اوضاع است و در حال سنجیدن موقعیت دیگر مرد و آماده شدن برای دفاع کردن از خودش و همه آنچه که برای به دست آوردنش زحمت کشیده است و آن ممکن است شما باشید. بنابراین وقتی ما به خانه برمیگردیم دوست داریم که به ما اجازه دهید از حال آماده باش و دفاع خود خارج شویم و در واقع همه آنچه ما می‌خواهیم این است که به حرف‌های شما گوش دهیم که روز خود را چگونه گذرانده‌اید. ما برای به وجود آوردن این شرایط از شما متشکریم. خانواده به وجود شما نیاز دارد و از داشتن شما خوشحال است. ما می‌خواهیم که احساس کنیم پادشاه هستیم ولو اینکه شاهانه عمل نکنیم. به من اعتماد کنید. هرچه بیشتر شما در ما این احساس را به وجود آورید که خاص و ویژه هستیم، ما نیز در عوض با شما همین گونه خواهیم بود. چه بسا تلاش مضاعف داشته باشیم. هر یک شنبه صبح پدرم موهایم را برای رفتن به کلیسا کوتاه می‌کرد. وقتی از صندلی برمیخواستم خودم را میشستم و لباس و کتم را میپوشیدم و به سوی مادرم که در اتاق نشیمن منتظر ما بود میرفتم. او نگاهی به من میکرد و میگفت موهایش را ببین چقدر تمیز شده ای پسر، و یا نگاه کن وقتی به کلیسا بروی واقعا چشمها به سمت تو خیره خواهد شد. این پیام ملکه ذهن من شده بود که اگر موهایم را کوتاه کنم و لباس زیبا بپوشم مادرم از من تعریف می‌کند. من شانه هایم را بالا می‌انداختم و سرم را بالا می‌گرفتم و از خانه خارج می‌شدم، زیرا مادرم گفته بود که بسیار خوش قیافه هستم و مرا تشویق کرده بود که در میان همه باشم و ابراز وجود کنم. از طرفی پدرم هم احساس مرا داشت و همچون من سینه ستبر می‌کرد، چرا که هر یک شنبه مادرم به او خاطر نشان می‌کرد که نهایت تلاشش را کرده و هر یک شنبه او را می‌بوسید و از او تشکر می‌کرد. هر مردی از همسرش همین انتظار را دارد. او انتظار دارد که به او بگوید قادر به گفتن آن نیستم که چقدر از بابت آنچه برای من و فرزندانم انجام می‌دهیم ممنونم. همین کلمات ساده هستند که ما را به ادامه تلاشمان برای شما و خانواده ترغیب می‌کند. از سخت کار کردن گرفته تا آوردن چک حقوقی من به خانه و ساده تر از آن کباب درست کردن در روز تعطیل و جلب کردن لباس‌های شسته شده از روی طناب. ما همه این کارها را با کمال میل انجام می‌دهیم. اگر تعریف و تمجیدی در کار باشد، این قدردانی‌ها و تمجیدها 1 ریال هم برای شما خرج ندارد. آنها خیلی ساده از اعماق وجود می‌آیند. متشکرم عزیزم، ممنونم. شما نمی‌دانید که همین کلمات ساده چقدر برای همسر شما مهم و با ارزش هستند. آنقدر که ذره‌ای از آن او را ترغیب می‌کند تا هر آنچه بیشتر تلاش کند. شما تصور می‌کنید
چون ما سخت و محکم هستیم پس نیازی به نوازش و تشویق نداریم، در حالی که ما به همه آنها نیاز داریم. اگر زنی بگوید تو بسیار بزرگ و قوی هستی و همان هستی که من میخواهم، ما هم همه سعیمان را میکنیم تا بیشتر از آن چیزی باشیم که شما میخواهید. وفاداری شما. لطفاً درک کنید که عشق ما کاملا متفاوت با عشق یک زن است. عشق زن عاطفی، بارور کننده و از روی صمیمیت است. شیرین، مهربان و احاطه کننده است. اگر با چاقو برشی در آن ایجاد کنید، ابعاد و ضخامت آن را خواهید دید. اگر او عاشق شما شود، به عشقتان پایبند است. نمیتواند خودش را با دیگری ببیند، زیرا برای او هیچ کس شما نمیشوید و این عشق یک زن است. اما برای مردان عشق یعنی وفاداری. ما میخواهیم که شما عشقتان را با وفاداری به ما نشان دهید و این به این معناست که مهم نیست چگونه، به هر حال شما کنار ما میمانید. ما میدانیم که حتی اگر پولی به خانه نیاوریم، شما با ما میمانید و تنها نخواهیم ماند. شما همیشه با اشتیاق درباره ما با دوستانتان صحبت میکنید که این همسر من است و من همیشه به او وفادارم. با وجود تمام مردان برجسته در دنیا که راه میروند و از کتشان پول میریزد و همچون ستاره‌ای در آسمان میدرخشند، شما دستتان را در دست ما میفشارید و از اعماق وجود خواهید گفت که من هیچ کدام از آن زرق و برق‌ها، ثروت‌ها و آن مردان نازنین را نمیخواهم، چرا که همسر من برای من فقط یکی است. ما انتظار داریم که شما همین جملات را به ما بگویید. وفاداری یعنی این. نوع عشق مردان این گونه است و در مورد همه آنها یکسان است. جنس عشقی که شما نیاز دارید زیباست، اما عشق ما مانند عشق شما نیست، بلکه متفاوت است. با این حال عشق است. عشق مردان بسیار قدرتمند است، یک عشق شگفت‌انگیز. اگر وفاداری شما واقعی و صادقانه است، او جانش را برای شما خواهد داد. لذت. فکر کردن لازم نیست. مردم به رابطه جنسی نیاز دارند. ما آن را دوست داریم. هیچ چیزی روی کره زمین مثل آن نیست. هیچ چیزی که خواستار پیوستگی آن باشیم. هیچ چیز دیگری که به سادگی نتوانیم بدون آن زندگی کنیم. خانه ما را بگیرند، شغل ما را، اما لطفاً این لذت را از ما دریغ نکنید. هیچ چیز دیگری آنقدر برای ما اهمیت ندارد، اما به این لذت نیاز داریم. ما نیاز داریم که به طور فیزیکی همسر زن مورد علاقه ما باشیم، زنی که به ما وفادار است، ما را حمایت می کند و این گونه به او عشق می ورزیم. با احساسات حرف زدن، در آغوش گرفتن، لمس کردن دستان او در دستان ما و این همه آن چیزی است که ما می خواهیم. ما همه این کارها را انجام می دهیم چون می دانیم برای شما مهم است. اما لطفاً درک کنید راهی که ما مردان با آن ارتباط برقرار می کنیم لذت جنسی است، از نوع متناوب. ما این گونه شارژ می شویم و دوباره ارتباط برقرار می کنیم. من مردی را نمی شناسم که نیازی به این لذت نداشته باشد. می توانید از هر مردی بپرسید که آیا این لذت در رابطه بین زن و شوهر چقدر مهم است و اگر کسی بگوید نه، دروغ می گوید. من هرگز چنین کسی را ندیدم. اگر شما او را پیدا کردید به نزد متخصص ببرید، زیرا او نادر است. اما در مورد بقیه مردان نه. ما این رابطه را نیاز داریم، همان گونه که به هوا نیاز داریم. شما می توانید 1 ماه بدون داشتن چنین رابطه این سو آن سو بروید. او نیز این نیاز را با زن دیگری برطرف می کند، مگر اینکه بچه او را حمل کنید. اجازه دهید بگویم که گروه‌ها و دسته‌ها بر پایه حمایت و وفاداری بنا می‌شوند. شیک پوشان این گروه‌ها را بر پایه این 2 اصل بنا می‌کنند و تنها چیزی که در اینجا حذف شده است رابطه جنسی. آنجاست که دختران باند پدیدار می‌شوند و درست در مورد کلوب‌های ورزشی، باشگاه‌های موتورسواری، باشگاه‌های ورزشی خارج از شهر، انجمن اخوت نیز همین گونه است. اما همه دنیای یک مرد بر پایه این 3 اصل بنا شده است. روزی از هفته نیست که بدون آن از خواب بیدار شویم. بگذارید بگوییم که شما عضو انجمن نخبگان دانشگاه نیستید که همانند اعضای آن گروه برای همیشه پایبند به عهد خود باشید. شما عضو قدرتمندی هستید که حداقل برای مدت 6 هفته می توانید به رنگ مردان در بیایید.
بگذارید تا آنها بدانند که شما تعهدی پایان ناپذیر ندارید. میدانید اگر آنها بدانند که شما دیگر آن حامی نیستید چه جهنمی برپا خواهد شد. وفادار نبودن به آنها، همرنگ آنها نبودن، سومین اصل چیزی است که مردان از آن ساخته شدند و نداشتن آن یعنی رفتن به همان کلوب‌های خارج از شهر و عضو آنها شدن که لزوم ورود به آن حمایت و وفاداری است. مردان هیچ کدومشان بدون این ارتباط نمیتوانند زنده بمانند. اگر او شما را دوست داشته باشد، هفته بیکاریش را به پای شما کار میکند. این یعنی اینکه شما را دوست دارد. اما اگر او به شما اهمیتی ندهد، خودش را برای دست یافتن به این لذت زحمت نمیدهد و به دردسر نمیاندازد. او با شما ادامه می‌دهد و نیازش را در جای دیگری جستجو می‌کند. اگر به شما علاقه‌مند است و شما آن را کم کنید یا جیره‌بندی کنید، در واقع شما آنگونه که در ابتدای رابطه تان را با او شروع کرده اید نیستید. پس او به سمت فرد دیگری می‌رود. لطفاً باور کنید. وقتی به شما میگویم که زنان دیگری هم هستند که این نیاز او را ارضا کنند. اشتباه نکنید. این خوی حیوانی نیست که در ماست. میدانیم که شرایط تغییر می کند، نوزاد می آید و باید 6 هفته منتظر باشیم یا گاهی به دلیل شرایط جسمیتان سر حال نیستید، اما بهانه ها نمی توانند برای همیشه ادامه پیدا کنند. شما اگر بخواهید می توانید با همسرتان مخالفت کنید و مهم نیست که مردی تا چه اندازه همسرش، خانواده، خانه و یا نقشش را به عنوان مرد خانه، کسی که همه درآمدش را به خانه می آورد دوست دارد. او ممکن است که حتی کمتر از شما تقاضا کند، اما اگر شما کمی بیشتر او را بازی دهید، این مسئله تبدیل به مشکل می شود. من از روی تجربه می گویم. حدود 50 سال دارم و به شما می گویم که در این زمینه با من مخالفت نکنید. در این سن و سال کار چندانی با شما ندارم، چرا که سرم بسیار شلوغ است. کارخانه‌ای برای افتتاح دارم، برنامه‌ای برای تکمیل کردن، در ضمن مسافر هستم. اغلب در رادیو، روی صحنه کتاب می‌نویسم، فیلم بازی، مؤسسه خیریه‌ام را مدیریت می‌کنم و از این موضوع گریزانم. با این سن و سال نمیتوانم هزینه خرابکاری را بپردازم. پای من لبه گور است و سعی میکنم کاری کنم که به بهشت بروم، چرا که رفتن من نزدیک است. اگر نتوانم به خانه بروم و استرس هایم را آنجا کم کنم، مشکل به وجود میآید. اگر من از شما تقاضا کنم و شما هنوز دلیل هایی بیاورید که نمیتوانید مرا ارضا کنید، آن وقت اوضاع تغییر میکند. حاضرم شرط ببندم این اوضاع چندان هم متفاوت با خانه‌داری شما نیست. ممکنه شما برای مدت 1 هفته درگیر مریضی بچه‌ها بودید و یا برای بردن اونها به مدرسه مجبور بودید که صبح زود از خواب بیدار شید و یا حتی برای رسیدن به سر کار مجبور شده اید در اوج ترافیک ماشینتان را ترک کنید و با همکارتان در محل کار درگیر شده اید و حتی رئیستان و نتوانسته اید حرفی بزنید و یا یک نهار نچندان دلچسب را تجربه کردید و دوباره در برگشت به خانه با ترافیک مواجه شده اید و حال در خانه هستید تا شغل دوم خود را آغاز کنید. غذا دادن به بچه‌ها، مرتب کردن آنها، مراقبت کردن از آنها، غذاهایی که باید بپزید، تکالیف بچه‌ها که باید چک کنید، لباسهایی که باید بشورید و لیستی از کارهای تمام نشدنی و حال زمانی که همسرتان همه چیز را با شما چک می‌کند، آخرین چیزی که در ذهن شما نقش می‌بندد و باید به آن پاسخ مثبت دهید. به قول دوستان من ضربه شانه است. زمانی که خسته خود را در تخت می‌اندازید، نصف نیمه عرق در تماشای برنامه تلویزیونی مورد علاقه خود هستید و درست وقتی که می‌خواهید فارغ از هر چیزی باشید، می‌آیند و به شانه شما می‌زنند و تقاضایش را عنوان می‌کنند و این واقعا ناراحت کننده است. آنچه شما نمی‌دانید این است که آنها هم از زدن بر شانه شما خسته شدند. او هم همه روز را کار کرده است، درست مثل همسرش، اگرچه او دقیقاً همان کارها را نکرده است که همسرش در خانه انجام داده، اما خسته است و نیاز به استراحت دارد. زن خانه دوست دارد تلویزیون تماشا کند و همسرش رابطه با او را. زن همیشه از این رابطه خسته است و شوهرش از نداشتن آن. بنابراین در حالی که غرق در برنامه تلویزیونیش است، همسرش بیرون از خانه با زنی دیگر. من نمیگویم که کار او صحیح است، اما به عنوان یک مرد منطقی که پشت خاتمه دادن به این رابطه است را درک میکنم و اگر من در اتاق آنها بودم قبل از آن که همه چیز به خاطر گول زدن شوهر خراب شود، مطمئناً نصیحت‌های عاقلانه‌ای به آنها می‌کردم
و آن این است که عشقتان را تایید و تثبیت کنید. از کسی که دوستش دارید قدردانی کنید. این بدان معناست که اگر مردی می‌بیند که همسرش روز سختی داشته است و نیاز به کمک بیشتری دارد، تا آن بعد از ظهر را تبدیل به نیمه روزی آرام کنند، پس به او کمک کنند. اگر زن آشپزی می‌کنند، شوهرش ظرف‌ها را بشوید. اگر زن لباس فردای بچه‌ها را آماده می‌کند، شوهرش تکالیف آنها را کنترل کند. اگر زن بچه‌ها را به رخت خواب می‌برد، شوهرش نیز اوضاع روحی او را تسکین دهد و هر کاری که لازم است انجام دهد تا همسرش را قانع کنند که تقاضای او نه از سر خودخواهی بلکه از عشق است و او نیز متقابلا راضی خواهد شد، نه ناراحت، اما به این قیمت که همسرش تصور کند که این تقاضا را همچون کارهای اجباری روزمره در لیست جان دست نباشد. به طور خلاصه ما به 3 چیز نیاز داریم: حمایت کردن، وفاداری و داشتن رابطه با همسرمان. ممکن است شما هر شب برای ما غذا بپزید و این که به ما نهایت توجه رو داشته باشید، اما ما واقعا زمانی که روز بعدی را داشتیم این 3 چیز را نیاز داریم و آنها را از شما می‌خواهیم. شما آنها را به ما می‌دهید و ما در عوض به خاطر شما می‌جنگیم. به شما این اطمینان را می‌دهم هر زمانی که زنی این 3 چیز را برای شوهرش انجام ندهد، او به سراغ کسی می‌رود که آنها را برای او انجام دهد. ما بدون آنها زنده نمی‌مانیم. شما آنچه را که می‌گویم دوست نداشته باشید، اما می‌توانید درباره آن از هر مردی بپرسید. مطمئن باشید که خیلی ساده به شما پاسخ می‌دهند که درست است. حمایت، وفاداری و لذت جنسی. اگر شما آنها را فراهم کنید، مردی را در دستتان دارید که هر آنچه بخواهید و لازم داشته باشید برای شما انجام می‌دهد. صادقانه و به سادگی.